سلام دوستان، امیدوارم مثل همیشه حالتون خوب باشه. برای اینکه با این ویدیو همراه باشید باید یه توضیح کوچیکی راجع به لایو اکشن بدیم. در واقع لایو اکشن به صورت کلی به اجراهای زنده در صحنه با استفاده از انیمیشن های دیجیتالی گفته میشه که میتونه ترکیب این دوتا کلمه در قاب سکانس لایو اکشن نامیده بشه. امروزه لایو اکشن یکی از پردرآمدترین فیلم های سینما تبدیل شده. این یه توضیح کوتاه اما کافی برای اینکه بریم سراغ بهترین لایو اکشن هایی که تا امروز باید ببینیم. با تیم تترا همراه باشید. دنیل هندلر، نویسنده 13 جلدی کتاب ماجرای ناگوار، تونست با این حجم از موفقیت به این اثر شگفت‌انگیز چند نسخه مختلف لایو اکشن از این سری کتاب منتشر کنه. اما امروز میخوایم یکی از شاخص‌ترینش رو بهتون معرفی کنیم. ماجرای ناگوار محصول 2006. ترکیب کمدی خالص با بازی جیم کریو میبینیم. هممون از بچه‌ها متنفریم. اما یه آدم چقدر میتونه از بچه‌ها نفرت داشته باشه؟ اما همه ماجرا به این نفرت ختم نمیشه. اصل داستان پوله که همیشه پاشنه آشیل تمام ماجراست. مطمئنم با دیدن این لایو اکشن دیگه به بدشانسی اعتقادی پیدا نمی‌کنید. شکلات دوست دارین؟ اگه بگن همیشه میتونین هر چقدر بخوان شکلات داشته باشین چی؟ همیشه میگن وقتی یه چیزی رو راحت به دست میاری، راحت هم از دستش میدی. شانس شاید بعضی اوقات به درد آدم بخوره، اما خیلی از وقتا باعث میشه بعداً تاوانش رو پس بدی. میخوایم چارلی و کارخونه شکلات سازی بهتون معرفی کنیم. تا الان 3 نسخه از این فرانچایز تولید شده، اما پیشنهاد تیم تترا چارلیه، چون جانی دپ خوب میدونه پیوند انیمیشن و تیپیکال رو خیلی نرم روی قاب تصویر پیدا کنه. تا حالا آدم خوششانسی بودین؟ تا الان نسخه‌های متفاوتی از لایو اکشن دراگون دیدیم، از گیم آف ترونز بگیر تا اژدهای خود را چگونه تربیت کنیم. اما بیام یه نسخه متفاوت تر از اژدها ببینیم. پیت اژدها یکی از اون لایو اکشن هایی که کمتر دیده شده یا بهش توجه نمیشه، اما همیشه اژدها تو قالب لایو اکشن جذاب و دیدنیه. تا الان هم 2 نسخه متفاوت از این اثر اکران شده، یکی توی سال 1977 و یکی هم توی سال 2016. اما پیشنهاد ما نسخه با کیفیت تره، گرافیک مطلوب تره تا داستان پسری که با اژدها تو جنگل و زندگی میکنه رو با هم ببینیم. هنوز فهمیدین اژدها الکیه یا واقعی؟ تا حالا از خودت پرسیدی چرا هر چقدر تلاش میکنی وارد یه جمع بشی رات نمیدم؟ تا حالا متفاوت بودن خودتو قایم کردی؟ چرا اینقدر از نشون دادن چیزی که واقعا هستیم دوری میکنیم؟ مگه چقدر زندگی طولانی که بتونیم این همه لحظه‌ای که با هم هستیم و تو سطل آشغال بندازیم؟ به خاطر چیزایی که هیچ وقت قرار نیست با ما تطبیق داده بشن. اصلا موردی نیست کسی که هستم و با چیزی که بیرون میبینن با هم فرق کنه. این فیلم نکته‌های زیرمتنی زیادی میتونه داشته باشه براتون و وقتی به تماشای این لایو اکشن میشینیم سوالای زیادی تو ذهنمون رد و بدل میشه. شاید پدینگتون بتونه بهتون کمک کنه. یه جای امن شاید همون جایی باشه که همیشه تو ذهنت یه زندون ازش ساختی باشه. چقدر خود واقعیتون نشون میدی؟ اگه عروسک‌ها واقعی باشن و باهات حرف بزنن، چیز خیلی جذابی میتونه بشه. میتونی باهاشون درد و دل کنی، چیزایی که به هیچ کس نتونستی بگی رو به اون بگی. اما فکر میکنی همه چیز انقدر عادی میتونه باشه؟ نه خب، عروسک هم میخواد که زندگی کنه. اصلا همه حق دارن زندگی کنن. پس وقتی میخوای یه آرزویی بکنی، بهتره به عواقبش هم فکر کنی. تد، خرس عروسک داستان ما، نیاز به بازی کردن نداره. اون میخواد مثل تو غذا بخوره، حرف بزنه، همون بره. شاید هم سر تو داد بزنه. لایو اکشن تد اصلا مناسب لحظات خوش نیست. تد خیلی زود بزرگ شده. خیلی از خانواده هم خیلی دیری موضوع رو درک میکنن. ببینم شما هم عروسکی دارین که بخواین زنده بشه؟ بچگی ما پر از انیمه های عجیب و غریب زیادی بوده. یکی از اونها فرانچایز پوکمونه که از سال 1966 شروع شده تا به امروز نسخه‌های متفاوتی ازش انتشار شده. یکی از شخصیت‌های با مزه این اثر پیکاچوه که یکی از شخصیت‌های باید موندنی تو ذهن همه ما هست. اگه حتی یک بار این شخصیت رو دیده باشین همیشه تو ذهنتون موندگار میشه. حالا تو سال 2019 یک نسخه لایو اکشن از زندگی پیکاچو روی پرده سینما رفت
و خیلی تونست موفق ظاهر بشه. انگار حالا این شخصیت دوست داشتنی میتونه سالها زنده باشه. ما دیدیم گوریل برقصه، خرس تاپاتیو بره، مار عربی برقصه، توتی آواز بخونه. آره همه این چیزها رو تو لایو اکشن ها ممکن اتفاق بیفته. اما بیاین خوانندگی آلوین و برادرش هم ببینیم. همیشه استعداد داشتن تو هر چیزی باعث دیده شدن و شهرت پیدا کردن میشه. اما دیده شدن مانع این بشه از خانواده واقعی خود دور بشی، بازم فکر میکنی میارزه؟ این فرانچایز هم تا الان 4 نسخه ازش اکران شد. اگر خوشتون اومد میتونین ادامه‌اش هم دنبال کنین. اگرم تا الان این لایو اکشن جذاب رو ندیدین، حتما پیشنهادمون اینه تو سرمایه پاییزی ببینیدش. لایو اکشن نمیتونه همش غیر واقعی باشه. بیایم این بار یه داستان واقعی رو براتون تعریف کنیم. داستانی که خودمون وقتی در موردش حرف میزنیم بازم به واقعی بودنش شک داریم. انگار نمیخوایم بعضی چیزا که ذهنمون اجازه نمیده باورش کنیم. زندگی پای، یکی از اون قابایی که فقط بزرگان سینما میتونن قاب بندی‌های بی‌نظیرشو بسازن. زندگی پای برخلاف سینماتوگرافی خالص یک داستان عجیبم داره. داستان بقا همیشه میتونه جذاب باشه، اما اگر یه ببر هم سفرتون باشه چی؟ بازم میتونین تو این شرایط زنده بمونین؟ هندیا همیشه میتونن با این موضوع کنار بیان. اگر این فیلمو دیدین بهمون بگین میتونه این قصه واقعی باشه یا نه. انگار جانی دپ و لایو اکشن از هم جدا نمیشن. هر بار که حرف از سینما و پویانمایی خفن میشه، حتما جانی دپ هم حضور داره. نمیشه گفت اسم دزدان دریایی به گوشتون نخورده باشه. حتما خورده. اما خفن ترینشون کی میتونه باشه؟ 100% جک اسپارو میتونه یکی از گزینه ها باشه. واقعا ازتون میخوام سوال کنم، چرا تا الان این فرانچایز رو ندیدین؟ اگر میخواین مرز بین حقارت و مقام رو توی تصویر با هم داشته باشین، دزدان دریایی کارائیب باید تو لیستتون باشه. اینم یادم رفت بگم، حتما کاپیتان به جک اسپارو اضافه کنین. اینجوری بیشتر خوشش میاد. حالا که داریم میریم به سمت هوای سرد، چرا یه لایو اکشنی نبینیم که به این حال و هوا بخوره؟ البته این اثر برای الان نیست، اما ندیدنش هم خالی از لطف نیست. همه که نباید عاشق کریسمس باشن، همه که نباید همه چیزو دوست داشته باشن. بیایم یه بار دست از قضاوت برداریم و پنجره‌ای که اون فرد رو به دنیا میبینه ببینیم. شاید واقعا بهش حق بدیم. شاید خودمون اگه جای گرینچ بودیم از کریسمس بدمون میومد. ولی اگر گرینچ به خاطر خاطرهایی که اون موقع ساخته اون لحظه براش شکسته باشه چی؟ آره، هممون اینو تجربه کردیم. حالا چجوری بتونیم باش کنار بیایم؟ این اثر باهاتون حرف میزنه. خب دوستان، لایو اکشنایی که بهتون معرفی کردیم یکی از یکی جذاب‌تر. اگه میشه حتی یکی از این اثرها رو ببینین و برامون کامنت کنین که چطور بوده. با سابسکرایب کردن تو بهمون انرژی میدین که چیزهایی که بهتون پیشنهاد میدیم و جذاب‌تر بشه. اگر دیدن این ویدیو خوشتون اومد، حتما با لایک کردنش ما رو هم خوشحال کنید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.